خیلی هم خوب. عالی. خب خیلی ممنون. ما همین حالا یک جلسه عالی داشتیم. جلسه واقعا خوب و بسیار پربار. ما یک چیز مشترک داریم. ما میخواهیم این شهری که دوستش داریم عملکرد خیلی خوبی داشته باشد و من میخواستم به شهردار تبریک بگویم. او واقعا در رقابت انتخاباتیش عملکرد شگفت‌انگیز داشت. رقابتی در برابر افراد بسیار قوی و بسیار باهوش. از همان مراحل اولیه انتخابات و او آنها را شکست داد و خیلی هم راحت شکستشان داد و من به او تبریک گفتم. و ما درباره بعضی مسائل کاملا مشترک صحبت کردیم، مثل مسکن و ساخت و ساز و مواد غذایی و قیمتها و اینکه قیمت نفت خیلی پایین آمده است. هر کاری که انجام میدهم قرار است برای نیویورک خوب باشد. اگر بتوانم قیمتها را پایین بیاورم، این برای نیویورک خوب است. و ما واقعا توانستیم قیمتها را خیلی پایین بیاوریم. از سال گذشته تا کنون همانطور که میدانید. متشکرم آقای رئیس جمهور. ممنونم. قدردانی میکنم. همانطور که رئیس جمهور گفت، جلسه ای که داشتیم سازنده بود و بر نقطه ای از تحسین و محبت مشترک متمرکز بود و آن نقطه شهر نیویورک است. همچنین درباره نیاز به فراهم کردن امکان زندگی مقرون به صرفه برای نیویورکی ها صحبت کردیم. برای 8.5 میلیون انسانی که شهر ما را خانه خود می‌دانند و برای تأمین هزینه‌های زندگی در گرانترین شهر ایالات متحده آمریکا تقلا می‌کنند. ما درباره اجاره صحبت کردیم. درباره قیمت مواد غذایی صحبت کردیم. درباره هزینه خدمات و قبوز صحبت کردیم. درباره روش‌های مختلف صحبت کردیم که باعث می‌شود مردم از شهر بیرون رانده شوند. من از زمانی که رئیس جمهور برای این دیدار وقت گذاشت قدردانی می‌کنم. از این گفتگو قدردانم. منتظر همکاری با او هستم تا بتوانیم زندگی مقرون به صرفتری برای نیویورکی‌ها فراهم کنیم. آیا سوالی دارید که باعث شد اینطور احساس کنید و آیا کاری میکنید که او نخست وزیر را بازداشت نکند؟ خب، بخش دوم سوال شما را مطرح نکردیم. اما درباره بخش اول منظورم این است که او دیدگاه‌هایی دارد که کمی عجیب هستند. اما چه کسی میداند؟ باید ببینیم چه چیزی جواب میدهد یا شاید خودش هم تغییر کند. همه ما تغییر میکنیم. من خیلی تغییر کردم. خیلی بیشتر از زمانی که اولین بار وارد دفتر کار شدم. این موضوع مدت زیادی پیش بوده. دوره اول من عالی بود. ما بهترین اقتصاد تاریخ کشورمان را داشتیم و حالا حتی بهتر عمل میکنیم. خیلی بهتر از دوره اول. میتوانم بگویم برخی از دیدگاه‌هایم تغییر کرده و درباره بعضی مسائل هم گفتگوهایی داشتیم که نمیخواهم جزئیاتش را بگویم. اما احساس میکنم او میتواند کارش را خیلی خوب انجام دهد. فکر میکنم حتی برخی افراد محافظه‌کار را شگفت زده خواهد کرد. و البته برخی افراد خیلی لیبرال را شگفت زده نمی کند، چون آنها از قبل هم او را دوست داشتند. چند روز پیش گفتید رئیس جمهور ترامپ برنامه فاشisتی دارد. آیا قصد دارید آن حرف را پس بگیرید؟ فکر میکنم هم رئیس جمهور ترامپ و هم من مواضعمان روشن است. چیزی که در جلسه ایمان برایم ارزشمند بود این بود که تمرکز جلسه روی نقاط اختلاف نبود. با اینکه اختلاف‌های زیادی وجود دارد، بلکه روی هدف مشترکمان برای خدمت به مردم نیویورک بود و این موضوع میتواند زندگی 8.5 میلیون نفری را که اکنون در بحران هزینه‌های زندگی دست و پا میزنند و از هر 4 نفر 1 نفر در فقر زندگی میکند تغییر بدهد. در جلسه بارها به این موضوع برگشتیم که چطور میتوانیم مردم نیویورک را از این وضعیت سخت بیرون بیاوریم و شهری بسازیم که فقط قدرت یعنی تحمل هزینه ها را نداشته باشند، بلکه واقعا بتوانند در آن زندگی کنند. و من قبلا لقب های خیلی بدتر از حاکم مستبد گرفتم. پس این نامگذاری توهین بزرگ نیست؟ شاید وقتی با هم کار کنیم نظرش عوض شود. بله، لطفاً. و درباره غزه و ارزیابی اوضاع حتماً ما در تلاش برای حل صلح کامل حماس و صراحتاً دیگر گروه ها هستیم تا بتوانیم صلح واقعی در خاورمیانه داشته باشیم. همونطور که میدانید ولیعهد عربستان دیروز اینجا بود. جلسات خوبی داشتیم و او بیش از 1 تریلیون دلار به آمریکا کمک کرده است. حالا بیش از 20 تریلیون دلار جذب کرده ایم. هیچ کشوری تا حالا چنین چیزی نداشته. حتی نزدیک هم نشده است. اگر کشوری به 2 تریلیون دلار یا 1 تریلیون برسد خیلی زیاد است. اما ما 20 یا 21 تریلیون داریم.
فکر میکنم حزب الله یک مشکل بوده و لبنان هم مشکل بزرگی است. ما با لبنان و با تمام کشورهای خاورمیانه در حال همکاری هستیم. این هم یکی از چیزهایی است که ما در آن هدف مشترک داریم. می‌خواهیم صلح در خاورمیانه برقرار شود و اکنون برای اولین بار بعد از 3000 سال ما صلح در خاورمیانه داریم و اکنون می‌خواهیم آن را تکمیل کنیم. فکر میکنم به زودی شاهد اتفاقات مثبت زیادی باشید. بله، حتما این کار را انجام میدهم و شهردار هم دوست دارد در آن جلسه حاضر باشد، چون میدانم درباره صلح در خاورمیانه احساس بسیار قوی دارد.